گیمای ما خوب بود دیگه یک دو تا یک پاکستانی دیگه بودم یک تا پاکستانی دیگه خب مصروف بود اگر میکرد از این میزدم یعنی من باختگی آمدم به اندونزیا آمدم است اندونزیا چی میکنی؟ در بکرد یک بچه گیمر کلان اندونزیا بود باختم خب چی میکنی بچه برای من خوره که استادی امروی من کسی گیم میزنی امروی خوشبو گیم میزنی نه من گیم نمیزنم من یک دانه پوکمون سرم خورد من گیم نمیزنم شما گیم بزنین من چند قسم میکنم باز اگه بیکار شدی فرید نجرم بیام من میایم بیکار من چند تا بزنم بیام سطحه بزنه چه که معقول شدیم 1000 دفعه بای بای خب معقول شدیم خب دن داره باز خیستیم گیم زدیم دیگه قربانتان شویم از این خودت یاد گرفتم آل یاد گرفتیم نام کسی را در لایف نباید بگیرم اگه یک صحبت میکنم شفرکی صحبت کنم شو نتم کس را ایتو نگویم فلانی جان نگویم فلانی جان نگویم نام این دمی کارت برای من یک خدمت کردی دیگه خدمت تو را من نفهمیدیم که برای من هیچ خدمت نشد از طرف خودت امی یک خدمت بوده که واقعا آله که نام نمیگیرم عمله زیاد شده چرا نام مرا نمیگیری نمیدیگم من دیوانه نیستم نام میگیرم در پیسه باخت است بله 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 بیا بچهش بیا جزا سر یک لنگه بستافتری جزا سر یک لنگه بستافتری بچه ها نمانین اسکور بالا ببرین نازنین ها بیاین که کتین از این نفرکتان آمدیم دیگه اسکور بالا ببرین نفرکتان نمانین من خوش ندارم